مالداری علامت از این است که الله تو را دوست داره. الله مال دنیا را به دوست دشمن خود میده. اگر مالدار هستی دلیل از این است که تو دوست الله هستی. الله تو را دوست داره، مال تو را زیاد داده. این دلیل نیست. چرا مال هم بر او کافر میده هم به مسلمان میده. الله رحمان است و نعمتهای خدا بر هر کس. ای کریمه که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که از دشمنان، تو که بر دشمنان نظر داری. ایناله پاپول داشتن تو علامت از این است که الله تو را دوست داره. مالداری علامت از این است که الله تو را دوست داره. اگر مالت الله گرفت علامت از این است که الله تو را بد میبینه. از بسیاری صحابه و از پیغمبرها یک قران هم برشان نمیداد، گشنه خواب میکرد. اگر یک روپه هم نداشتی این علامت نیست که الله تو را بد میبینه. چون الله بسیاری وقتا بر بنده های خود به خاطر رحمت خود دروازه ها را بسته میکنه، با آنکه سرزی خوب سختی به خوب عبادت بکنه. خیلی علامت دشمنی الله با ما چی هست که ما بفهمم؟ گفت هر وقتی که الله کس را بد دید سجده را از پیشش میگیره، بازی نماز نمیخونه. روزی که نماز از پیشت قضا شد بفهم که امروز کدام کاری کردی که الله تو را بد دیده. وقتی روزی که سجده نکردی، آدمی که سجده نمیکنه ای بفهمه که از نظر الله افتاده است. و اگر الله متعال تو را توفیق داد که 3 بجه شب بخیزی و کلگی خواب هستن و تو سجده به بارگاه الله بکنی، بفهم که الله نام تو را در بین مقربین خود داخل کرده. تو در عبادت هستی، در سجده هستی، با الله راز نیاز میکنی، تو در مقام هستی، بفهم که الله تو را دوست داره. اگر الله بر تو فرصت داد ولو که شبهای دراز است، اگر 3 بجه شب و 4 بجه شب الله تو را این توفیق داد که تو بخیزی و در حالتی که کل مردم در خواب غفلت است تو بخیزی بگوی سبحان ربی الله، سبحان ربی العظیم. استاد شوی و بگوی که الله اکبر، اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا الله در بین من و در بین گناه های من فاصله ایجاد کن مثل مشرق و مغرب. اگر اللهی توفیق دادت که در نصف شب به الله راز نیاز کنی، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. پروردگارا گناههای مرا با آب، ثلج، با یخ، با برد، با ژاله. تعلیم رسول الله را واقعا شاگرد حقیقی رسول الله بودی که همون دعایی که از زبان رسول الله خارج شده همون دعا را در زبان خود بیاری، باز او وقت میفهمی که واقعا الله تو را دوست داشت. چرا الله کسی را که دوست داشت توفیق سجده را برش میده، و الله که کسی را بسیار دوست داشت در اوقات خاص که دیگرها در غفلت است ایره توفیق عبادت میده. و کسی که الله بد دید توفیق عبادت ازی میگیره. سجده کردن، نماز خواندن
علامت محبت الله هست که با یک بنده خودی فرصت میده و بنده باید بفهمه که الله مرا دوست داشت که امتی یک فرصت بر من مساعد ساخت. مشفعی